این هفته خبر تو خبر داره براتون از ادامه بکوب تو نظام ولایت و تازه ترین جفتک عظما تو سر و صورت کوسه و همباندیهاش. حضرت آیت الله خامنه‌ای افزودند از همان ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی برخی تفکر انقلابی را قبول نداشتند و برخی هم با اینکه در داخل نظام بودند اما اعتقادی به مبارزه با استکبار نداشتند که باید در مقابل این جریان ایستاد. عظما حرف و انداخت تا اون که صاحبشه برداره. شیخ فری هم از جانب بابا اکبرش حرف و برداشت و تو 37مین سال نظام ولایت خطاب به خامنه‌ای گفت بابا انقلاب اسلامی کیلویی چنده؟ اصلاً باید بشینیم یه بار دیگه همه چی رو تعریف کنیم. اما ما در آستانه انقلاب هستیم، در آستانه روز پیروزی انقلاب و هنوز در مفاهیمی از انقلاب اجماع نظر نداریم. 37 سال از 22 بهمن 57 گذشته است. فکر میکنم هنوز هم نیازه که ما انقلاب را معنا کنیم و انقلابی بودن را تفسیر کنیم. زکی این شیخ فری همونی بود که مثلا اومده بود ماشین اسقاطی نظام رو نجات بده اما هنوز هیچی نشده، به پت پت افتاده و قید همه چی رو زد. دیدارهای خامنه با سران امنیتی تو این شرایط بی دلیل نیست، چون اوضاع و احوال منطقه طوریه که هر جرقه داخلی میتونه با یک زلزله بین المللی جوش بخوره. ببینید این پاسدار سلامی خط ائتلاف منطقه‌ای رو تا کجا خونده. اگر در سوریه اونها موفق بشن به سمت لبنان خواهند رفت، اگر در لبنان موفق بشن به سمت عراق خواهند آمد، اگر در اونجا موفق بشن ممکن این حرکت رو به سمت ایران ادامه بدن. حالا سوال اینجاست که تو این اوضاع قمر در عقرب بسیجی‌ها کجان و چی کار دارن میکنن؟ یه بسیجی‌هایی اومدن، یک تیم بسیجی رفتن توی منطقه شروع کردن یه تحولی در نحوه آبیاری برای کشت یونجه به وجود آورد. میتونید این منطقه رو نام بله، قزوین در منطقه بون زهرا. اگه بسیجی‌ها دنبال آبیاری یونجه هستن پس کی میخواد بره تو انتخابات رأی بده؟ چون حنای تبلیغات نمایش انتخابات هم دیگه رنگی نداره و تو این زمینه خودشون دست خودشون رو وا میکنن. این انتخابات مجلس قبل خود آقایان چیز دادن، به اصطلاح آمار دادن که آقا در شهری مثل تهران حدود 38 الی 40% مردم شرکت کردن. بعضی آمارا پایین‌تر از اینه. خب شما این همه در ایام انتخابات که میشه از رهبری خرج میکنین، 8 تا کانال 24 ساعته دارین بمباردمان تبلیغاتی میکنین، آهای ملت بهشتتون با این انتخابات تضمین میشه، اگر رأی ندین میرین قعر جهنم، تکلیفتون اینه. چرا 38% اومدن شرکت کردن؟ همه ضد انقلاب شدن؟ اون 50 و خورده درصد اینا کیان؟ این ملت نیستن؟ موقع انتخابات که میشه دختر سربرنرم نشون میدیم که میخوایمش، انتخابات که بسته شد دوربین دوباره بسته میشه، نه فقط خانم چادری مال ماست. داره میگه نمایش انتخابات فقط برای فیلم گرفتن از دزدیدن رأی مردمه و لا غیر، و اونهایی هم که شرکت میکنن سرشون کلاه گذاشته میشه. سفر شیخ فری به فرانسه و فضاحت خرید هواپیماهای ایرباس هم هنوز ترکشاش ادامه داره، چون یواش یواش داره بوش بلند میشه
که قضیه خرید این هواپیماها فقط برای به رونق انداختن مجدد کارخانه‌های این شرکت بوده. هواپیماهای بزرگ 380 که شما مطرح کردید اینا 12 فرونده همش. تعدادش بسیار کمه و بعد هم برای پروازهای دور و مسیرهای دور مورد نیاز ما هست از این هواپیما. اونها میشه 5 ساله که ایرباس A380 نتونسته بفروشه. صحت داره دکتر لقودی؟ اون کسی که گفته از اون بپرسید. من حتما کارشناسی کردید شما وقتی با موقع خرید؟ بله آخه این حرفو که خب ما دیگه الان خیلی صحت نداره. البته اینکه باند خامنه‌ای خرید ایرباس ها رو اینجوری برده زیر ذره‌بین واسه خاطر دلسوزی برای مردم نیست. اینا همش نقشه است تا سهم خودشون رو این وسط یه جوری قاپ بزنن. این قرضی عوضی هم اومد توی برنامه اینترنتی و رئیس سابقش رو اینجوری دراز کرد. این عکس کسی که کشور رو مال خودش میدونه. کسی که کشور رو مال خودش میدونه. حق میدید بهشون اینجوری فکر کنن یا نه؟ خودش من حرفم راجع به ایشونه. ایشون بعیده که همچه حرفی رو قبول کنه. آن خودش قبول نمیکنه. نمیکنه نه. ولی نظر شما اینه که ایشون کشور جمهوری اسلامی ایران رو مال خودش میدونه. مال خودش میدونه. حکایت جونورای این نظام حکایت این گربه هاست که هر کی واسه موندن خودش رو سکوی قدرت بقیه رو پرت میکنه پایین. این هم یه خاطره فانتزی از امام که بیشتر به درد سناریوی مدمکس 4 میخوره. حالا اینکه این آبقوره گیر عمامه‌دار واسه جور کردن این خاطره چقدر آیده شده بماند. نبی مکرم اسلام تشریف آوردن و جمعیت عظیمی در یک میدانی جمعشون جمعه. وسط این جمعیت یه دایره خالیه. نبی مکرم اسلام شمشیری در دست دارن. خطاب به این همه جمعیت کردن. فرمودن کی حاضره که این شمشیر رو از من بگیرد و سر محمد رضای پهلوی رو بزند. دیدم از این جمعیت هیچ کسی لبیک نگفت. ناگهان صفها باز شد. این جمعیت دیدیم کوچه باز کردن. یک کسی داره میاد به طرف پیغمبر. آمد وسط این میدان. دیدیم حاجی روح الله الموسوی الخمینی است. نبی مکرم اسلام شمشیر رو دادن به دست امام. امام شمشیر رو بلند کرد، گردن شاه رو زد و دیدیم بدن بی سر شاه با امام گلاویز شد. امام دست برد امعا و احشاش رو ریخ بیرون و انداختش اون طرف. این رویا رو 30 سال قبل از وفات آقای بروجردی یک صاحب دلی دیده بود. بله، با اینکه 4 سال از ظهور پدیده امام مقوایی میگذره و در این مدت هزاران جوک در مورد اون ساخته شده، ولی ظاهرا یک سری عمد دارن که حتما این داستانم کش پیدا کنه. مثل اینجا در سفارتشون توی فرانسه که دوباره یک امام مقوایی زیر درخت سیب گذاشتن. در این شهر هم در خلاقیت سقف زدن و ماکت هواپیمای امام با امام کاغذی رو توی شهر چرخوندن. و حالا به یک کلیپ تاثیرگذار توجه کنید که شهرت امام مقوایی تا کجا رسیده. Alafu huyu kijana
ni Ruhullah Khomeini, na huyu ni Ali Khamenei, na huyu ni Murtada Mutahhari, na huyu ni Hussein Beheshti. این حاجی آسپرین هم به شدت نگران کسادی بازار آخونداست. به خاطر همینم میخواد با عجز و لابه واسه همریشاش مشتری دست و پا کنه. بنده اگر الان یه آسپرین تجویز کنم، عرض میکنم که برای کسی به میراد میگیرن، شما چه کاره پزشکی خوندی مگی؟ ولی تو حوزه دین همه نظر میدن، هر کسی برای خودش متخصصه، همه متخصص. این امکان نداره آقایون بدونن، خواهرها بدونن، عزیزانا بدونن، مرجع تقلید کسیه که سالها درس خونده، فقه خونده، اصول خونده، تفسیر خونده، رجال خونده، میخواد بیاد بالاخره استفاده کنه و اینم جالبه، استفاده کنه که قرآن راجع به وظیفه شما چی میگه. اینم یک انعکاس جمع و جور از جشنواره فیلم آخوندا به مناسبت دهه زجر. چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است. داشتم می اومدم جشنواره، هر سه روز از کنار سینماهایی رد شدم، پرنده که هیچ پشم پر نمیزد، سوت و کور چراغا خاموش، کوها دلتنگ، دره ها خاموش، یعنی یاد اون شعر افتادم. در انتها توجه شما رو به هنرنمایی یک نوجوان هموطن جلب می‌کنید.